بایننس میخواد که $30,000 آمریکایی بر افغانات تحفه بده. اگر میخوای که بخش از تحفه رو بگیری حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. ما همیشه وقت میگیم که ما پول برای ترید نداریم، ما مشکل داریم. ما امروز بر تو کمک میکنم که پول اولیه ترید داشته باشی و با او شروع بکنین تریدینگ. تنها چیزی که از شما میخوایم این است که ویدیو رو لایک بکنید و با دوستاتون شریک بسازین. کسایی که میخواین تریدینگ از صفر شروع بکنن و با هیچ بودجه یا هم در افغانستان هستن نیاز به کمک دارن تا اینکه شروع بکنن تریدینگ و پول رایگان از بایننس بگیرن تا اینکه به استقلال مالی خود برسن. همه میفهمن که ما اصلا 016 با بایننس پارتنرشیپ دارم و امروز بایننس میخواد از طریق من برای افغانایی که هست 2 میلیارد دانه شیبا را به شکل آیدراپ تقدیم بکنم. و این افتخار ما به خود میدانم و به شما میدانم. ما اولین بار است که بایننس همچو کار را برای افغانا انجام میده و ما خیلی زیاد کوشش کردیم که بایننس همچو کارا را زیادتر بکنه. اگر این ویدیو زیادتر لایک بگیره و زیادترین بیننده را داشته باشه و زیادترین شیر را داشته باشه، ما میتونم از بایننس زیادتر تقاضا بکنم. نه 30,000 شاید 100,000 شاید میلیون دلار از پیش از اون تقاضا بکنم تا اینکه برای افغانایی که در افغانستان هستن کمک بکنه و تا اینکه تریدینگ شروع بکنه. برای بایننس پولا هیچ چیز نیست، فقط اگر ما بتونیم که از خوب استفاده بکنیم میتونیم زندگی هزارها و صدها هزار انسان در افغانستان نجات بدیم، به استقلال مالی خود برسن. پس مطمئن شوین که ویدیو رو لایک کردین و با دوستاتون حتما شریک ساختین، به خاطر اینکه ویو از این ویدیو باید بالا بره تا اینکه بایننس بار دیگه زیادتر از $30,000 آمریکایی برای ما و شما کمک بکنه. یک چیز میخوایم براتون بگم عزیزایم، زمان این کار محدود است و این اسپیشال از برای چند روز میباشه. کارهای